منشأ این صداها هنوز معلوم نیست، اما خبرنگاران خبرگزاری تقاضا میکنم خبرها رو از رسانه ملی در خصوص تصاویر و صداهایی که شنیده شده در تهران مهار بشه و همونطور که مشاهده میکنید نیروهای امداد و نجات کاملا دارن سعی میکنن آتش رو مهار کنن. اگه سر هست که یکی از اونها در خلال صحبت شما تصاویر نطنز رو هم بینندگان زنده دارن مشاهده میکنن و دود ناشی از این به نظر من باید به عنوان ایرانی پاسخ دهن‌وشکن بدم، پاسخ متقابل بدم. ما چقدر دیگه جونمون بلرزه؟ این همه استادای دانشگاه، این همه دکترا رو همه رو ابن بردن، اینا بعد میان مذاکره میکنن. آخه روز یک مذاکره دیگه الان چه معنی داره؟ دیگه چی رو میخوان بگن؟ خود اسرائیل داره تا آخرین نفساشو داره جونشو میکنه که بخواد به یه جایی برسه، اما بازم نمیرسه. دیگه آخرین نفساش ان شاءالله با حق باطل که لااقل یه آرامشی ایجاد بشه. درصد وزنی ایزوتوپ 235 اورانیوم رو از 71% به 3.67 بله. تجهیزات کنترل ابزار دقیقی که روی زنجیره قرار داره نظیر شیرهای برقی بادی، فشار سنج‌ها